متاسفانه عزیز، سلام تماشاگران عزیز، خوش آمدید به کانال ما، یعنی به کانال چوکری حمل. حتما ابونه شوید و لایک گذارید. اگر ویدیو به شما پسند آید حتما لایک گذارید و کامنتری کردن را فراموش نکنید. دستگیری شما یعنی پیشروی ما میباشد. حاضر ما برای شما معلومات میدیم، یعنی معلومات درباره رکوردهای گینس میباشد. ویدیو را تا آخرش تماشا میکنید و حتما کامنتری کردن را فراموش نمیکنید. رفتیم ویدیو رو میبینید. این خانفیر میباشد. او با کتاب های رکورد گینس باید به پول کردن شهری داخل شد. شاید این در نظر اول ممکن بود، ولی این جوان 99 دانه شهری را به یکجایگی خیلی پول کرد. او با این کار دست یافت. خانفیر بسیارتر سعی کوشش و مشق‌های خانگی را گذراند تا به این نتیجه دست یافت. دختر اختایی 112 مرتبه از بالای 110 قرنچه جدیده رکورد گینس را گذاشت. برای این کار به او خوانندگان موثر جایزه دادند. این اختایی یکی از رکوردسازی‌ها میباشد که در یک دقیقه 52 شم را شوخچه‌ها دستش میتواند خاموش کند. فکر میکنم این خیلش را حالا ندیدم. ببینید در چه گونه مهارت کارش را به آسانی میکند.